دولتی آمریکا این بحث را تهدید به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نامیده است. این اظهارات پس از کوشش به موفق مایک پامپئو برای حل بحث سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله صادر کرده شد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در یک اظهارات گفت که حالا کمک به افغانستان در حجم $1 میلیارد کاهش خواهد یافت. سلام، اینجا استودیوی مرکزی رادیو موجیر است و نشر خبری این ساعت را مستقیما با خبرها از داخل و خارج تاجیکستان میشنوید. امروز سه شنبه 24 مارس 2020 سال است. نافهمی‌ها بین راهبران سیاسی افغانستان، آمریکا تمام کمک‌های مالی و مادی خود را برای افغانستان کاملا قطع خواهد کرد. در پی بی‌نتیجه انجام یافتن صحبت کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو با اشرف غنی و دکتر خبرهای روز رو از تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات بهداشتی تاجیکستان آوازه‌های پهن شدن کرونا ویروس را در کشور رد کرده از مردم دعوت کردند که به سر و صداهای بردروغ باور نکنند. در این لحظه‌های حساس وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از تمام ساکنان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که به هر گونه خبر آوازه‌های بردروغ وابسته به سرایت کرونا ویروس که گویا در تاجیکستان به قید گرفته شده است باور ننمایند. آمده است در اظهارات این وزارت تا به حالت امروز 24 مارس در تاجیکستان یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، اما چاره‌های پیشگیری در مبارزه با خطر پنجشنبه این ویروس پرزور کرده شدند. از 1 فوریه تا 23 مارس سال جاری 5038 نفری که از خارج کشور به تاجیکستان وارد شدند در بیمارخانه‌های کسلی‌های سرایتی و آسایشگاه‌ها تحت کرانتین فرا گرفته شدند. از این تعداد تاکنون وضع صحتی نفر از آنها بد و یا شپناک نبوده. صحتی همه آنها در کرانتین قناعت بخش گفته می شود. در بین شهروندان تحت کرانتین فرا گرفته شده 107 نفر خارجی نیز هستند. حالا طبق قاعده های بهداشتی روی دست گرفته شده هر نفری که از خارج وارد تاجیکستان می شود 2 هفته تحت کرانتین فرا گرفته می شود. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نسبت واردات مجموع طبی تطبیق نمی‌گردد. این تصمیم را آمریکا جهت بهسازی شرایط طبی ایران در مبارزه با کرونا ویروس روی دست گرفته است. تاکید داشته است سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا از تاجیکستان می‌گذریم بر روسیه. حکومت فدراسیون روسیه با قاعده‌های موجوده سرحدات محکم برای خارجیان تغییرات وارد کرد. محدودیت‌ها برای ورود به روسیه به شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل ابخازیا و اسیای جنوبی دخل ندارد. مقررات بند 1 این فرمان نسبت شهروندان دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل ابخازیا و اسیای جنوبی که توسط هواپیما به قلمرو روسیه وارد می‌شوند تطبیق نمی‌گردد. گفته شده است در قرار حکومت فدراسیون روسیه فرمان دخلدار و سروزیر روسیه میخائیل میشوستین 20 مارس به امضا رسانیده است. اینچنین طبق فرمان مذکور حکومت روسیه وزارت کارهای خارجی این کشور را وظیفه‌دار کرده است که رابطه‌ها با وزارت‌های کارهای خارجی کشورهای در بالا ذکر شده را جهت بی‌ممانعت رفت آمد شهروندان به روسیه تامین نماید. مقامات روسپاتربنادزور برای اجرای چاره‌های ضروری عاید به پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس مسئول است و وزارت کارهای داخلی در حالت ضروری شهروندان خارجی را همراهی خواهند کرد. موضوع دیگر، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا 23 مارس یک اظهارات صادر کرد که ادامه مناقشه سیاسی اشرف غنی و دکتر عبدالله را تهدید می‌کند. دپارتمنت دولتی آمریکا این بحث را تهدید به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. مقامات در قرقیزستان تصمیم گرفتند که از سبب پنجشنبه کرونا ویروس در شهرهای بیشکک، اوش، جلال آباد، نوآکات، قراسویی ولایت اوش و اینچنین در دهه سوزک ولایت جلال آباد جمهوری قرقیزستان وضعیت فوق‌العاده جاری کنند. طبق خبر داده می شود وضعیت فوق‌العاده در شهر و ناحیه‌های نامبرده قرقیزستان از ساعت 8 صبح 25 مارس تا ساعت 8 15 اپریل سال جاری عمل می کند. در قرقیزستان 2 حالت نوی سرایت کرونا ویروس اینچنین معاین شده است. در یک روز اخیر یک نفر دیگر سرایت شده از کرونا ویروس در ناحیه نوآکات ولایت اوش جمهوری قرقیزستان معاین گردیده است. در مجموع در عین زمان در این کشور آسیای میانه حالا 16 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است. قابل ذکر است که در مجموع اکثر آنهایی که در قرقیزستان سرایت یافتند پس از بازگشت از عربستان سعودی و دولت کویت در بدن آنها سرایت کرونا ویروس را آشکار کردند.
مایک پامپئو را در افغانستان همراهی میکرد. و خبرنگاران گفته است که واشنگتن از آن نگران است که اگر بحران میان راهبران سیاسی افغانستان هرچه زودتر حل خود را نیابد، روند صلح و گفت و شنیدها برای خاتمه یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان ناامید کننده می شود. در ازبکستان دعوت به خدمت حربی بنابر پنهان شدن کرونا ویروس موقتا بازداشته شده است. خبر می‌دهد ریا نووستی با استناد به کتیبات وزارت مدافع جمهوری ازبکستان دعوت نوسکران را مقامات ازبکستان به خدمت نظامی بنابر وضع دشوار اپیدمیولوژی با کرونا ویروس در این کشور این سال باز می‌دارند. حالا معلوم نیست که کمیسیون دعوت نوسکران در ازبکستان کی به کار خود شروع می‌کند. همزمان وزارت دفاع ازبکستان ابراز داشته است که این به قابلیت مدافع ازبکستان تاثیر نمی‌رساند، زیرا هیئت قوه‌های مسلح این کشور سال‌های اخیر اساساً از حساب حربیان شرطنامه‌ای پر کرده می‌شود. قابل ذکر است که دعوت به صف قوه‌های مسلح جمهوری ازبکستان ماه‌های مارت اپریل سال روان باید شروع می‌گردید، اما پنجشنبه سرایت کرونا ویروس به کار کمیسیون دعوت نوسکران به خدمت حربی در ازبکستان نیز به تاثیر نماند. تا به حالت امروز در جمهوری ازبکستان همسایه تاجیکستان شماره سرایت یافتگان از کرونا ویروس 46 نفر گفته می شود. در پی زیاد شدن شماره بیماران، مقامات ازبکستان از امروز در شهر تاشکند حالت کرانتینی اعلان کردند. حال ورود و خارج گشتن از تاشکند قطعاً منع بوده. حریم هوایی نیز برای همه نمود طیاره‌های داخلی و خارجی در تاشکند بسته است. مقامات همواره ساکنان و مهمانان شهر تاشکند دعوت به عمل می آورند که بی ضرورت به کوچه نبرایند. در پی اظهارات رسمی رئیس جمهور ایران حسن روحانی جهت بیکار کردن تحریمات آمریکا بالای ایران. موضوع دیگر، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا 23 مارت یک اظهارات صادر کرد که ادامه مناقشه سیاسی اشرف غنی و دکتر عبدالله را تنقید می‌کند. دپارتمنت دولتی آمریکا این بحث را تهدید به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نامیده است. این اظهارات پس از کوشش به موافق مایک پامپئو برای حل بحث سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله صادر کرده شد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا در یک اظهارات گفت که حالا کمک به افغانستان در حجم 1 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. واشنگتن وعده داده است که کمک خود را تنها در صورت تأسیس حکومت همه‌جانبه و اشتراک در روند صلح از نو دیده می‌براید. همچنین گفته می شود که در صورت ادامه یافتن نافهمی‌ها بین راهبران سیاسی افغانستان، امریکا تمام کمک‌های مالی و مادی خود را برای افغانستان کاملا قطع خواهد کرد. در پی بی‌نتیجه انجام یافتن صحبت کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو با اشرف غنی و دکتر عبدالله، وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرد که از دادن 1 میلیارد دلار همچون کمک بشردوستانه به افغانستان دست می‌کشد. مورگان اورتاگوس سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا که در این سفر مایک پامپئو را در افغانستان همراهی می‌کرد، به خبرنگاران گفته است که واشنگتن از آن نگران است که اگر بحران میان راهبران سیاسی افغانستان هرچه زودتر حل خود را نیابد، روند صلح و گفت و شنیدها برای خاتمه یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان ناامید کننده می شود. مکان برگزاری محاربه بین حبیب نورمگامدوف و تونی فرگوسن معین کرده شد. خبر می‌دهد اسپورت 24 با استناد به رهبر UFC دانا وایت با وجود معین گشتن مکان برگزاری رزمایی بین حبیب نورمگامدوف و تونی فرگوسن، رهبر محاربه‌های آمیخته جهانی دانا وایت مکان برگزاری مسابقه را نخواسته است آشکار کند. دانا وایت تاکید داشته است که این یک مسابقه پوشیده خواهد بود و کسی از تماشابینان شرکت نخواهد کرد. او گفته است که امنیت و سلامتی تماشابینان برای ما پیش از همه مهم است. رفت مسابقات مستحکما پخش خواهد گشت. تاکید داشته است رهبر UFC. کمیسیون دولتی ورزشی نیویورک قبلا در بروکلین محاربه میان حبیب نورمگامدوف و تونی فرگوسن را بنا به سبب پنجشنبه کرونا ویروس منع کرده بودند، اما محاربه رسما بیکار کرده نشده است. روز 18 مارت حبیب نورمگامدوف با پخش یک اظهارات از رهبران UFC دعوت کرد که محاربه در روز به نقشه گرفته شده یعنی 18 اپریل گذرانیده شود.
дар пайи изҳороти расмии раис ҷумҳури Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ ҷиҳати бекор кардани таҳримоти Амрико болои Эрон, сухангӯи Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Морган Ортагус гуфтааст, ки таҳримҳои аз ҷониби Вашингтон эълоншуда ба хариди ғизо ва дорубории Эрон таъсир намерасонад. таҳримҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нисбати воридоти маҷмӯи тиббӣ татбиқ намегардад. Ин тасмимро Амрико ҷиҳати беҳсозии шароити тиббии Эрон дар мубориза бо коронавирус рӯи даст гирифтааст, таъкид доштааст сухангӯи Департаменти давлатии Амрико Морган Ортагус. хотиррасон мекунем, ки Эрон бори дигар пешниҳоди кӯмаки башардӯстонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро дар мубориза бо коронавирус рад кардааст. Президенти Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ гуфтааст, ки агар Вашингтон мехоҳад ба Эрон дар мубориза бо коронавирус кӯмак кунад, бояд аз таҳримот болои Эрон даст бардорад. Ин суханронро Ҳасани Рӯҳонӣ дар як паёми телевизионии худ иброз доштааст. Вашингтон қаблан ба Эрон дар заминаи хуруҷи коронавирус пешниҳоди кӯмаки башардӯстона карда буд. سامیان ارجمند، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری رادیو موجیر جریان دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.